سحر بیدار میشیم غم پول، غم مثال استراحت معیشت ما نمیخریم، لکن غم حیاتی که ساعتش رفته سه غمی را نمیخریم. ما نمیدانیم که این امیدی که سحر کردیم برای دسترس کردن مال دنیا، آیا اون مال به دست ما میرسد یا نه، ایش غمش نمیخریم. بیا خدا رحمت کنه سعدی را، بیا ای که عمرت به 70 رفت، مگر خفته بودی که برباد رفت. ای انسانی که عمرت به 20 به 30 تا 70 رسیده است، بیدار شو، میگه که برباد رفتی سی، ساعتهای تو همه به غفلت گذشتی سی. زی 50 دیرم 5 اگر کم شود، دلت ریشی سر پنجه غم شود. چو 50 سالت برون شد زی دست، غنیمت شمر 5 روزی که هست. از 50 سومت 5 سومش کم شود، تلخکف میشه کو میگه. در اندوه میغلطی، غمگین میشه که 5 سومی من از دست من رفت. این 50 سال عمر رفته سی، این دیگر بر پول خریدن میشود و این را بازگشت هم ندارد. برای دل تو نمی سوزد، برای بیهوده رفتن این دل تو نمی سوزد. اگر مرده مسکین زبان داشتی، حضرت در آخر میگوید اگر مرده مسکین زبان داشتی، با فریاد و زاری فیغان داشتی. اگر مرده وقتی میمرد، وقتی که میگد انسانها در نظر میکند حیات بیهوده ما و شما را وقتی میبیند، میگد اگر زبان میداشت با تمام آواز فیغان میکرد که شما به قدر عمر خود برسید. لیکن صد افسوس که دیگر عمر ما و شما عمر دوباره نیست. اینا فراموش نکنین. خدا در قرآن ما و شما را تذکر میدهد ولا یؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبیر بما تعملون. وقتی بنده میگوید خدایا مرا یک بار دیگر زنده بگردان، مرا کم تر دیگر مهلت عمر ما دراز کن، من بنده صالح میشم، من بر یاد تو میشم، من در فکر تو میشم. لیکن خدا چی میگه؟ ولا یؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها. خدا میگه هرگز ای بنده دیگر بازگشت برای تو نیست. هر وقتا اجل تو بالای تو آمد دیگر بازگشت نداری. والله خبیر بما تعملون. خدا میدانست که تو کدام عمل در دنیا انجام میدی. دیگر این بازگشتی تو، افسوسی تو در دنیا بر تو فایده داشت، در اینجا دیگر بازگشت و افسوس کاری ندارد دیگر. از این خاطر پیش از آنی که افسوس میخوریم، پیش از آنی که پشت دست میگزیم، اینها را ما و شما کاری کنیم که در دنیا افسوس شو بخوریم و در دنیا پشت دست بگزیم. برای چی مثال امروز از من نمازی با جماعت ترک شد؟ برای چی امروز حق بندگی خدا را من نکردم؟ اینا را ما و شما در دنیا افسوس شو بخوریم، نه در قیامت و نه در گور. پیش از همه آمد به زمین آدم و حوا، پیش از همه آمد به زمین آدم و حوا. کو یوسف و یعقوب، کجا شد زلیخا؟ کو خسرو و شیرین وطن کرده به صحرا؟ کو لیلی و مجنون کجا وامق و عذرا؟ از جور فلک چاکی گریبان همه رفتن. البته همه رفتن و ما و شما در نوبت ایستادگی هستیم. از این خاطر فراموش نکنیم چگونه ای که رسول اکرم هر روز در یاد مرگ بدن، ما و شما در یاد مرگ بسیارتر باشید. فراموش نکنیم. انشاءالله اگر ما و شما فراموش نکنیم، عاقبت ما و شما نیک می شود. بهترین بنده، هوشیارترین بنده